السلام علیکم و رحمت الله. بابای حاجی، من یک مخلص اشدی شما هستم. یک سوال دارم، التماس جواب دهید. من یک جوان خدا ترس هستم. حاضر به کجایی که خواستگاری روی بسیار سر و پاه می فرمایند. دست ما نمی رسد. نفس خود را در زندان کردیم. یک دختر مرا دوست می دارد و مرا می گوید که مرا گرفته ببر به خانه اتان، بعدا نکاح میکنیم. من همین خیال کنم در نزد خدای خود گناهگار میشوم یا نه؟ التماس جواب دهید که بسیار ضرور است. البته انسان گناهگار میشود وقتی که این یک حساب جنایت است. وقتی که شما مثال یک دختری که وی پدر دارد، مادر دارد، پدر و مادر وی قدر دارد، قیمت دارد و یا یک چند نفر انسان ها میشناسد، وقتی اگر تو دختری وی گرفته و به خانه میاری و بعدا نکاح میکنی، میدونی چند قدر در یک برادر مسلمان اینقدر دلازاری پیدا میکنی، آبروی یک برادر تا پس میکنی. شر الشباب فمن استطاع منکم الباءة فلیتزوج و این لم یستطع فعلیکم بالصوم فانه له وجاء. ای معشر شباب، ای جوانها، کدامت اگر دستی رسا دارین زن گیرین، اگر دستی رسا ندارین تا زمانی که دستان میرسیدگی باشد شما روزه گیرین، زیرا روزه شهوت شما را میشکند و شهوت شما را دور میگرداند. و الا به این عمل هیچگاه شما دست نزنین که وقتی دعای پدر و مادری او در حق تو نباشد این چگونه زندگی میشود، این چگونه بخت میشود. لیکن از همه اون پدر و مادرها، از همه شما برادرای عزیز، ما مراجعت کردنی هستیم که امروز همون برادرای مسلمانی که خانه شما خواستگاری می آید، حبیب خدا میگوید خیر النکاح ایسرهن، بهترین نکاح همون نکاحی هست که اگر همون سر و پایی که گفته است همون کم باشد. شما اونقدر مشکل نگیرین، اونقدر وزنی نگیرین. شما فقط به همون جوان نگاه کنید که اگر جوان نمازخوان باشد، بچه خدا ترس باشد، با او مثال با یک مقدار کم هم که باشد با او نکاح کرده دهید. این برای شما بهتر میشه. زیرا پیغمبر خدا میگوید سراسیمگی خود از شیطان است، لیکن در 5 حالت باید که شما سراسیمه باشید. یک تاش همین است که وقتی دخترهای شما به بلاغت رسیدن در حال ویها را شوهر دهید. دیگر مال بسیار نگاه نکنید، زیرا منتظر مال بسیار میشوید. این دختر است، وسواسهای شیطانی وجود دارد، میبرد به یک مرد بیگانه، گپ و گزار میکند، بعد عاقبت شما را شرمنده میکند. دیگر در هیچی که راضی هم که میشوید کسی دیگر باید خواستگاری نمیکند. از این خاطر با همون مال کم هم که باشد، جوانی خوب باشد، جوانی اگر عملهای صالح داشته باشد، دهید انشاءالله شما ثواب بگیرید، بسیار نیک میشود. و حتی همون یک بار من گفتم شما گویم که خنده هم کردین، لیکن این خنده نیست. اگر کدامت که میبینین اپای به شوهر دارین، مادری به شوهر دارین، مامایی به شوهر دارین، پر از مردها موسفیدای زنگیر، شما پیشنهاد کنید گوید ما همین خیل اپا داریم، همین خیل مادر داریم، همین خیل مامه داریم، مرحمت آمده گیرین. گوید این وظیفه مسلمانی هر کدام ما است، این عیب نیست.